به نام خدا. سلام دوستان. در جلسات گذشته با هم دیگه این فایل PSC رو تبدیل به HTML کردیم. توی این جلسه میخوایم کار وردپرس رو شروع کنیم. ابتدا ما باید وردپرس فارسی رو نصب کنید. میتونید از سایت fa.wordpress.org وردپرس فارسی رو آخرین ورژنش رو دانلود کنید. من قبلا این کار رو کردم. وردپرستون رو که دانلود کردید از ومپ سرورتون یا هر لوکال هاستی که استفاده میکنید اون رو باید نصب کنید. خب من یه پوشه میسازم به اسم ایزی بلاگ. وردپرسم رو اکسترکت میکنم، میام php my admin، یه دونه دیتابیس میسازم. شما اسم دیتابیستون رو هرچی دلتون خواست بذارین. خب وردپرسم اکسترکت شده، یه پوشه برش میگردونم. لوکال هاست ایزی بلاگ، نام پایگاه دادمون میشه ایزی بلاگ، نام کاربری روی لوکال هاستم میشه روت، پسورد نداریم، میزبان پایگاه دادمون هم میشه لوکال هاست. خب عنوان سایت رو میذارم بلاگ ایزی تم، نام کاربری رو شما هرچی دلتون خواست بذاریم. خب سایت رو نگاه میکنیم از قالب پیش‌فرض خود وردپرس. خب ما به پوشه WP کانتنت میریم، تمز، و یک قالب میسازیم، یه پوشه میسازیم. من اسمش رو میذارم ایزی بلاگ. یک سری فایل ها ما نیاز داریم. اولیش index.php، اینها رو من سر فرصت توضیح خواهم داد. header.php، footer.php، sidebar.php. فایل بعدی ما که احتیاجش داریم style.css و فایل بعدی ما به اسم screenshot.png. خب من یه نیو میزنم توی 300 در 200 پیکسل. یک کپی از این میگیرم، کنترل شیفت سی و به اندازه کوچیکش میکنم که تصویری از قالبم داخلش باش. خیلی خوب، سیوش میکنم،
فرمت png desktop screen shot .png ذخیره میکنم، کاتش میکنم و داخل پوشم پیستش میکنم. خب style.css رو باز میکنم. من برای شما داخل پوشه اینکلود که از سایت دانلود میکنید یه چیت شیت .html گذاشتم، اون رو هم باز میکنم. این قسمت رو کپی میکنید و داخل فایل CSS تون قرار میدید. ببینید اینها اطلاعات قالبمون. اگر به نمایش پوسته ها بریم، هر پوسته ای اطلاعاتی داره که از طریق اون شناخته میشه. این اطلاعات رو داخل فایل style.css قرار میدیم. term name easy block term URI آدرس قالب رو قرار میدیم. نویسنده آدرس سایت نویسنده، توضیحات قالب، ورژن 1.0، تگ، بلاک، تکست دامین، ایزی، تم. خب پوسته رو ریفرش میکنم، قالب ما اینجا اومده، فعالش میکنم. جزئیات پوسته رو که باز کنید میبینید که اطلاعاتی که توی style.css وارد کردیم وارد شده. خب سایت رو ریفرش میکنم، یک صفحه خالی میاد چون ما هنوز هیچ کد PHP داخل فایل هامون قرار ندادیم. خب این جلسه تموم شد. جلسات آینده قسمت های مختلف رو وردپرس میکنیم.